میخوام یه سوال ازت بپرسم. خیلی ساده است. آماده ای؟ فکر میکنی اراده داری؟ چشمات رو ببند و اولین جمله‌ای که به ذهنت اومد رو بلند بگو. چی بود؟ هرچی که بود مهم نیست. سوالم اینه که واقعاً انتخابش کردی یا اینکه به ذهنت رسید؟ حالا سوال بعدیم از تو اینه: از کجا رسید؟ و سوال مهمتر این که ما آدما فکر میکنیم درسته؟ جریان فکر ما از همین کلماتی شکل گرفته که به ذهنمون رسیده. این کلمات به هم میپیوندن و تبدیل به جملاتی میشن که تفکر ما رو شکل میدن. خب، حالا سوال آخر رو ازت میپرسم. وقتی فکرهایی که به ذهنت میرسن توسط خودت انتخاب نمیشن، پس چطور تصور میکنی اگر چیزی به ذهنت میرسه یا بر اساس اون چیز کاری رو انجام میدی، خودت انجامش دادی؟ تو کامنت ها منتظرم.